مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگ‌آور در راه‌های جمهوری خبر داد. بنا به اطلاع این وزارت روز 18 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 14:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا سیدوف اکرام سیروجوویچ سال تولدش 1980 ساکن نویه لخش هنگام حرکت در حدود جماعت دیوت لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت کنود را برخورده است. در نتیجه راننده سعیدوف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. نویه لخش در وادی رشت در شرق تاجیکستان در مرز با قرقیزستان جایگیر شده است. تنها در هفته روان وزارت کارهای داخلی درباره هلاکت دست کم 9 نفر از جمله 5 زن و 3 کودک خردسال تا سن 5 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان خبر داد. هر سال بر اثر صدمه در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.